والتر دیزنی متولد 1901 یک کارآفرین، صداپیشه و تهیه کننده فیلم بود. او به عنوان یکی از پیشگامان صنعت انیمیشن آمریکا و خالق برند دیزنی شناخته می شود. او با ایجاد تحولات متعدد در تولید کارتون موفقیت‌های چشمگیری کسب کرد و رکورد بیشترین جوایز اسکار و نامزدی را در اختیار دارد. والت دیزنی با خلق شخصیت‌های مانند میکی ماوس به شهرت جهانی رسید و به نماد بین‌المللی در تاریخ فرهنگی آمریکا تبدیل شد. اولین پارک دیزنی لند در 17 جولای 1955 توسط والت در آناهایم کالیفرنیا افتتاح شد که به یکی از بهترین پارک‌های جهان امروزی شناخته می‌شود.